سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز سه‌شنبه 24 مارس همراه شما. مقامات تاجیکستان میگویند در ولایت سوخت یک شهر نو بنیاد میکنند که در آینده 250,000 نفر ساکن آن میشوند. با شهر نو که رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان سنگ نخستین بینای بلند آشانه آن را گذاشت، سیحون نام نهادند و این شهر در 9 کیلومتری شهر خوجند مرکز مأموری ولایت سوخت ساخته می شود. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان گفت اهالی در خوجند و 5 ناحیه دیگر ولایت از جمله قیراقم و مسجد تقریباً به 1 میلیون نفر رسیده است و از این سبب ضرورت بنیاد شهر نو پیش آمد. بر اساس طرح این شهر 19 شهرک و 17 مکتب و کودکستان و میدان و تالارهای ورزشی خواهد داشت. زمان تکمیل ساختمان شهر را اعلان نکردند. بنابر گزارش‌ها مقامات فنلاندیا یک عضو گروه 24 را که با اتهام عضویت در گروه افراطی دستگیر شده بود آزاد کردند. سلیمان دولتوف شهروند تاجیکستان را مقامات فنلاندیا با درخواست پلیس بین المللی اینترپول ماه گذشته دستگیر کردند. سلیمان دولتوف ساکن 31 ساله شهر وحدت هنگام سفرش از شهر سنت پترزبورگ روسیه به فنلاندیا روز 20 فوریه دستگیر شده است. در این باره طرفداران گروه 24 خبر دادند. مقامات تاجیکستان این خبر را تاکنون شرح ندادند. دولت تاجیکستان گروه 24 را سال گذشته سازمان اکستریمیستی اعلام کرد و رئیس آن عمرعلی قوتوف اولی همین ماه از طرف افرادی نامعلوم در شهر استانبول ترکیه کشته شد. در پایتخت تاجیکستان در ایستگاه‌های نقلیات عمومی تابلوهای الکترونی نصب کردند که زمان رسیدن اتوبوس‌های مسافر بر را نشان می‌دهند. عین زمان این لوح‌ها در خیابان مرکزی در خیابان رودکی نصب شدند و روز 23 مارس در آنجا به جای وقت رسیدن اتوبوس تبریک نوروزی عیان می‌شد. مقامات شهر دوشنبه از سال 2014 به عملی کردن برنامه سیستم متمرکز نظارت حرکت نقلیات شروع کردند و قرار است اول در 35 ایستگاه خیابان رودکی لوح‌های الکترونی نصب شود. با گفته مقامات در آینده این سیستم حرکت اتوبوس‌ها را نظارت می‌کند و مسافران از وقت دقیق آمدن اتوبوس به ایستگاه خبردار می‌شوند. خیرنده شاعری تاجیک همراه با دو ادیب دیگر در یک محفل شعری طنز در ایران شرکت داشت از آنجا با جایزه برگشته است. خیرنده‌اش روز 24 مارس بر رادیو آزادی گفت آزمون 19 مارس جنبش شد و یکی از جایزه‌های اصلی را به او دادند. محفل قند پهلو که تلویزیون‌های دولتی ایران برگزار می‌کنند از مشهورترین محفل‌های شعری طنز در این کشور است و امسال با آن ادیبان تاجیکستان و افغانستان را هم دعوت کردند. خیرنده‌اش که با اشعار طنزآمیزش در تاجیکستان شناخته شده است و رادیو آزادی گفت در ایران و افغانستان این ژانر رشد کرده است اما در تاجیکستان به آن کم توجه می‌کنند. مصاحبه امروز با خیرنده‌اش است. در تاجیکستان این گونه آزمون وجود ندارد و می گفتید که قند پهلو چگونه صورت می گیرد؟ همین چخیل است اعضای داوران در یک طرف هستن و ما در یک طرف. بعد موضوع را با ما میدید در یک برنامه 8 موضوع است. مثلا موضوعی است که یکم بیت برک است اولش که در بیت برک هم بلند بودن همون شعبیت بینابد میگیره. دیگه‌اش مثلا از دو کلمه سر میکنند. دو کلمه مثل خط و عبیر. و بعد همون در برنامه دیگه 3 تا میشه دو کلمه، در برنامه دیگه 4 تا 5 تا میشه میخواد مرکب شدن میگیره. و همون موضوع را مو میدید 8 موضوع. هر موضوع دادن با داوران صحبت میکنن. در دوام با داوران صحبت کردن ما باید شعر نوشته باشیم. این خیلی مهلت کم است. خلاصه که دیدن که ما هر سیمون بسیار تلاش داریم، بعد به خلاصه اومدن که هر سیمون رو جای یکم دید، جای اول دید. و می توانید یکی از آن شعرهایی را که در آزمون نوشتید و به داوران پسند آمد برای ما هم بخوانید؟ در هر برنامه آزمونی 8 موضوع بود. در 8 موضوع ما 4 مصرعی 2 مصرعی باید طنز میگفتیم. تصور کنید چه خیلی است. من خیلی نمونه‌اش عذر تیار نبودم، لیکن نمونه‌اش میگم که مثلا من با داورم وقتی که عروبه قند در پلوی داوران بود، من با داورم گفتم که برای همین قندی که پلوی شماست 4 مصرع گویم گفتم که بعد من گفتم که این چی رسمی به خاوران باشد، قند پهلوی داوران باشد.
قند پهلوی ما اگر میبود شهد اشعاری ما دیگر بود. اعضای همون دوارو همه کفکوبی کردم با یک آواز. درم نوشته گرفتم. در حضور جوابی هم خیلی بسیار شد. و منقدان تاجیک میگویند که جای طنز را سالهای اخیر مدحیه تنگ کرده است. نظر شما در این باره چه هست؟ شعر طنز به طبیعت ما آدم که طنز داشته باشد شعر طنز را گفتن میگیره. مدحیه خیلی غرض قطعی میشود. مدحیه مثال یک مقصد معین ختم میشود. شعر طنز به طبیعتش طنز را گفتن میگیرد. میتواند این شعر طنز میتواند که خیلی غرض قطعی باشد. خیراندیش شاعر طنزنویس تاجیک با رادیو آزادی از شهر دوشنبه صحبت میکرد. پیشگویی هواشناسان تاجیک درباره باران در روز 24 مارس درست برآمد و باران کوتاه بهاری پایتخت تاجیکستان را از گرد و غبار پاک کرد. مقامات شهر دوشنبه مجبور شدند به سبب بارانی شدن هوا در این روز با توصیه هواشناسان بزم اساسی نوروزی پایتخت را روز 23 مارس برگزار کنند. حرارت روز 24 مارس در پایتخت به 15 درجه می رسید و گفته هواشناسان تاجیک روز 25 مارس هوای واقعی بهاری برمیگردد و هوا آفتابی می شود و تا 24 درجه گرم. و اخبار از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن های همراه.